biar hujan masalah. این هفته خبر تو خبر داره براتون از پیش‌لرزه های ائتلاف منطقه‌ای و ترس آخوندا از آخر عاقبت اون. در همان روزی که عربستان اعلام کرد هواپیماهای نظامی خود را به پایگاه اینجرلیک ترکیه برده، ترکیه مناطقی از شمال حلب را گلوله باران کرد. بهانه ترکیه پیشروی‌های نیروهای کرد در این منطقه است. این حملات می‌تواند اجرای شدن آتش‌بس در سوریه را پیچیده‌تر کند. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که صبر کشورهای دیگه منطقه از دخالت‌های نظام تموم شده و حالا اومدن به ولی فقیه میگن پاشو گورتو گم کن. ما میخوایم خودمون تو منطقه خودمون مستقر بشیم. این وسط پاسدارای هراسون هم به دست و پا افتادن تا مثلا یه قمپوزی در کنن و به بسیجای زهر ترک شده روحیه بدن. اونطور که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خبر داده، پس از برگزاری رزمایش نیروی دریایی ارتش، حالا قرار دومین رزمایش نیروهای مسلح رو سپاه پاسداران با هدف حفظ آمادگی و تقویت توان موشکی نیروهای مسلح برگزار کنه. البته آخوندا از این شاخ و شونه ها زیاد کشیدن، اما معمولا تهش به یه چنین صحنه‌ای ختم شده. وقتی هوا پس میشه و طوفان منطقه‌ای بالا میگیره، اون وقت دیپلماسی شکرخوری تو نظام بورس میشه و شیخ فری هم به صحنه میاد تا با یه چنین مزخرفاتی صدور تروریست تو نظام ولایت رو مشروع جلوه بده. ما در عراق و ما در سوریه با دعوت دولت‌های این دو کشور، اون هم در حد تعداد معدودی از مستشاران نظامی حضور پیدا کردیم. هدف اصلی ما مقابله با تروریسم در این دو کشور و پایان یافتن بی‌ثباتی در کل منطقه است. بله دیگه، وقتی آخوند به صورت چارچنگولی تو بحران عراق و سوریه گیر میکنه، اون وقت مجبور میشه به چنین جفنگیاتی متوسل بشه. تا اینجا هرچی گفتیم از بزبیاری‌های آخوندا تو عرصه دیپلماسی بود. خوبه به یکی از دستاوردهای اخیر نظام در عرصه سیاست خارجی هم اشاره کنیم. بله، سفر رئیس جمهور غنا به تهران و سوتی پارتی در تشریفات رسمی استقبال. مراسم استقبال رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از رئیس جمهوری غنا. شما وایسادن ماشین رو بردار اونجا. آقا ماشین رو بردار. آقا ماشین رو بردار. آقا ماشین رو بردار. سرهنگ پیاده ستاد ضمن عرض خیلی مقدم به کشور ولایت مدار مقتدر و با ثبات جمهوری اسلامی ایران، محترماً از حضور مقام محترم رئیس جمهور کشور غنا استدعا دارد گارد تشریفات را بازدید فرمایند. این دستپاچگی برای استقبال از یک رئیس دولت بی دلیل نیست. وقتی تعادل قوای منطقه‌ای و بین المللی به هم میخوره،
اون وقته که الله کلنگ چپ میکنه و همین میشه که ملاحظه میکنید. این حاج آقا خرمردرندم اومده توی تیوی ریش تا نحوه از رو بردن سنگ پا رو اونم با 2 جمله نشون بده. ما نعمت خیلی داریم. من نمیگم تو کشور فقر و مشکلات و این مسائل نیست. اولا بحث فقرم یه مقدار زیادش به شما بگم پنداری، یه مقدار زیادش در واقع خود برتربینی مقایسه‌ای است. ولی خب داریم، ما مشکلات اقتصادی داریم. یکی از نمونه های این فقر پنداری جنتی لعنتیه که با تشریح وضعیت زندگیش دل بسیجی ها رو کباب میکنه. من یک خونه خشت و گل دارم در قم که زمینشم وقفیه و اجاره این زمین رو میدیم. ساختمانش هم خشت و گله. این خونه را همون اوایل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی من با یه مبلغی خریدم و الانم همون خونه به حال خودش باقیه. از نظر وسیله نقلیه یه پراید دست دومی رو من خریدم که همه دارم از اون استفاده میکنم. اینم اعتراف حجت الاسلام قرقرو به موج منفوریت آخوندا تو جامعه ایران. متاسفانه یکی از مشکلاتی که امروز تو جامعه دینی ما هست، موج رضایتمندی جای خودش داده به نارضایتی. جرأت نمی‌کنی به کسی بگی آقا حالت چطوره. باور کنید من رفته بودم مشهد حرم امام رضا علیه السلام، 2-3 تا منبر خسته، آمدم منزل دیدم الان یه وقتی دارم خوبه برم اصلاح، یه آرایشگاهی بود رفتم اونجا نشستم، خیلی خسته، حال احوال پرسی با این آقا نداشتم، خیلی خسته، ولی گفتم الان این آقای آرایشگر میگه چه آخوند بد اخلاقی 10 دقیقه نشستی حرف بزن، معذ رضای خدا برای اینکه وقت نگه. گفتم آقا حال شما چه؟ کاش نگفته بود. تا گفتم همین یک کلمه، آشنایی با هم نداشتیم اول و آخرش، تا گفتم حال شما، گفت آقا بمیرم از این زندگی خلاصشم بهتره. جرأت نمی‌کنی به کسی بگی آقا حالت چطوره؟ وقتی کار به اینجا میکشه آخوندا به ناگهان ترمز دستی رو میکشن و مرعوب جامعه میشن، یعنی توی کلام کرک و پرشون میریزه. یعنی به قصه عمل که میرسه خیلیامون جا میزنیم، مرعوب جامعه میشیم، بگیم بابا همه تو دانشگاه چادراشونو برشن، حالا شما میگی من چادر سرم کنم. نگید ما حزب الله یا و ما متدینین تعدادمون کمه، اونا تعدادشون زیاده، پس ما دیگه پارک نریم. اتیکت جدید رو ویترین دکان ولایت، امام تقلبی رسید. به هر حال در جامعه ما امروز به اسم امام حرف‌هایی زده میشه و خاطراتی گفته میشه که شاید با رجوع به اصل صحبت‌های امام ما ببینیم که یک راه دیگه‌ای داره ترسیم میشه در بعضی از فضاهای رسانه‌ای و فکری کشور. بدون تعارف به هر حال الان دارن امام‌های تقلبی زیادی معرفی میشن به جامعه ما و نسل جوان ما هم شاید خیلی تو این فضای در واقع شلوغ مجازی و فضای رسانه‌های غربی وقت نمی‌کنه بره متن اصلی امام رو بخونه. این صفار چرندی هم میاد تو دمدمه‌های انتخابات دست باند مقابل رو کنه، اما سوت میزنه و به جای امام تقلبی یه تصویری از امام اصلی ارائه میده. یه روزی چشم باز کردیم دیدیم که کسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مشاور مشغوله، در حالی که این آدم نسبتی اصلا با این نظام نداره بلکه نسبت متضاد داره. کسی که توی نامه‌ای که در سال 88 توی بحبوحه فتنه به یکی از سران فتنه می‌نویسه، اونجا امام رو، من معذرت میخوام این تعبیر رو مجبورم، امام رو به عنوان یه جلاد معرفی میکنه، یه قاتل و جلاد، و گله میکنه از اون فرد، از اون فتنه‌گر که تو چطور هنوز احترام میذاری به این جلاد قاتله. وقتی شقه و شکاف بالا تا پایین نظام ولایت رو میگیره، اون وقته که مصاحبه با وزیر نفت آخوندا توی تیوی ریش به یه چنین صحنه مسخره‌ای تبدیل میشه.
الان دقیقاً چقدر نفت تولید میکنیم؟ به اندازه نیاز بازار. 2.5 خب این که حالا اینا هم شما قراره که نگید، ولی من میگم که کار شما راحت شه. 2.5 میلیون ما بشکه نفت تولید میکنیم. چقدر مصرف میکنیم از این؟ به اندازه نیاز داخلی. چقدرش صادر میکنیم؟ باقی ماندهش. و چقدر درآمد داره؟ تو بودجه نوشته. خب طبیعیه که وقتی یه بسیجی پای چنین تلویزیونی بشینه پاک گیج میشه و جای سوراخ نی ساندیس رو هم گم میکنه. به خودی خود کانال 6 تمام این برجامو پیگیری میکردم و مسائل تحلیلی رو پیگیری میکردم و گوش میدادم. یکی از این طرف حالا اسم نمیارم، یکی از طرف گفت آقا این کار درسته، یکی از طرف گفت آقا کار اشتباهه. خب بالاخره یکی داره این اصلا اشتباه میگه، خطا داره میکنه دیگه. شنیدین میگن بعضیا پشت سرشون هم چشم داره؟ اگه شنیده بودین حالا لطفاً ببینید.